آخرین کار مهمی که واسه خودم انجام دادم، من توی شرکتی کار میکنم و احساس کردم متعلق به اونجا نیستم و استعفا دادم. بالاخره افتادم دنبال کارهای گواهینامه‌ام و گواهینامه گرفتم. لوازم ورزشی گرفتم و بیشتر از همه اون مت ورزش خیلی خوشحالم کرد. اینه که بابت یک سری از اشتباهاتی که مرتکب شده بودم و الان دیگه کاری از دستم بر نمیاد خودم بخشیدم. آخرین کاری که کردم و خیلی بابتش خوشحالم اینه که امروز رفتم ناخونامو درست کردم و خیلی دوستشون دارم. بله. رفتن به خدمت سربازی بود. مهمترین کاری که فعلا کردم. چون خیلی وقت بود مخم بود، دیگه باید یه جوری میشکوندمشون چیزا رو. الان دارم لیستینگ میزنن. الان احتمالاً باید بیام ببرن اون پادگان. اینکه بر خودم بیشتر وقت میذارم، کارهایی که دوست دارم و انجام میدم، حتی اگر شاید از نظر دیگران خیلی ناچیز و بی‌ارزش باشه، ولی به نظر خودم خیلی خوبه. اینکه در لحظه زندگی میکنم، به خاطر همین گفتم دیگه شاید اصلا فردا نباشم، بس کارهایی که باید انجام میدم و سعی میکنم انجام بدم. بیشتر کتاب خوندم، رفتم سراغ دنیای ادبیات، دنیای فلسفه و من فکر میکنم دنیایی که آدمو میتونه متحول کنه، به خصوص ادبیات انگلیسی. توصیه میکنم من. شکسپیر. یه تصمیم خیلی بزرگی بود که این بود که رفتم به افغانستان و برای خودم شناسنامه و پاسپورت و مدارکم رو تکمیل کردم و برگشتم. این بزرگترین و بهترین کاری بود که برای خودم، آخرین کاری که انجام دادم این بود و بابتش خوشحالم، از خودم ممنونم. تو این مدت خوابم رو تنظیم کردم، سعی کردم تنظیمش کنم، الان بهتر شده. یه دونه نرم افزار کامپیوتری یاد گرفتیم با دوستم و اینکه خیلی تو ذهنم با خودم درگیر بودم همیشه، اونو حلش کردم تقریبا با خودم. من همیشه از چیزای هیجان انگیز دوری کردم، خوشم نمی اومده و جدیداً دارم سعی می‌کنم این کارا رو انجام بدم و دارم سعی می‌کنم که دوچرخه سواری یاد بگیرم و چند وقت پیش داشتم بازی می‌کردم و راه افتاده بودم و خیلی سرعت داشتم، باد می‌خورد توی موهام و داشتم می‌خندیدم. چند ساعت تنها بودم، توی اتاقم رفتم، کسی نیاد سراغم و فقط مولانا خوندم و نه که فقط خوندم، غرق شدم در واقع و خیلی ساعت لذت بخشی برای من بودش. خرید انجام دادم. معمولا خرید حال خانم‌ها خوب میکنه دیگه. در خودم چیزی بخرم حالم خوب میشه. آخرین کار مهمی که برای خودم انجام دادم ترک کردن الکل و نخوردن الکل بود. جایی که متوجه شدم الکل میتونه چه تأثیراتی روی ضمیر ناخودآگاه هم بذاره، روی ذهنیت هم بذاره و چه آسیب‌هایی میتونه به بدنم و روحم وارد کنه، تصمیم گرفتم که کلاً کنارش بذارم. خودم بردم یه کافه و شروع کردم نوشتن و به حرفای خودم گوش دادن، با خودم صحبت کردن و این خیلی حس آزادی و رهایی بیشتری بهم داد، اینجوری که انگار من شنیده شدم و دیگه احساسات خودم رو سرکوب نکردم.